شماری از هنرمندان نوای ختلان ادعا دارند که ریاست فرهنگ شهر کولاب با فشار و زورگویی به سر آنها تصمیم دارد این دسته هنری را پراکنده کند. به قول آنها موجوده رجب و مدیر بخش فرهنگ حکومت شهر کولاب رهبریت و هنرمندان دسته هنری نوای ختلان را اجازه فعالیت نمی دهد و برنامه هایشان را قبول ندارد. فعالیت کردن یمی انسامبل زنده کردن یمی انسامبل نمیخواهد. دسته هنری نوای ختلان 5 هنرمند دارد. رهبریت دسته میگویند به نزدیکی شعبه فرهنگ یک تعداد اسباب موسیقی خرید، اما به درخواست آنها با خشونت جوابی رد داد. کلوب‌ها را تقسیم کرده. وقتی پیش زنک در اومدم، ما پیش رجب و موجوده در اومدم، گفتم حلیمه، گفتم انسامبل ما در یگان مثال دویره توله که نمیده، گفت ممکن نیست به قهر ببرو گفته کابینتم. هنرمندان دسته هنری نوای ختلان شکوه دارند که معاششان را در 2-3 ماه یک بار میگیرند. تو رئیس شهر برآمدم، نمیخدم برآمدم که مثال من خیلی زنی تنهایم، تو پروکراتور رفتم، گفتم که اکا جان خواهد چیکار کنیم، گفتم معاشم خیلی، گفت که ما داوردن نوشتگی هم پروتکل و چیزا ده که معاش رو ما سری وقت میتیم، قرضدار نیست شعبه فرهنگ شهر کولاب. موجوده رجب و مدیر بخش فرهنگ حکومت شهر کولاب تأخیر در پرداخت معاش کارمندان دسته هنری نوای ختلان را رد نکرد، اما گفت رهبریت و هنرمندان این دسته از عهده کار نمیبرند و برنامه‌های ضروری برای معرکه ها را آماده نمی‌کنند. انسامبل برهم میتین؟ نه، ما برهم نمیتیم. ما در کارمندای مسئولیت حس میکردگی. این کارمندای ما همین دو زنی میگین شما شکایت کردن، اینو فقط وظیفه میخواهن و کاربری نمیخواهن. بحث ها میان رهبریت دسته هنری نوای ختلان و مدیر شعبه فرهنگ حکومت شهر کولاب ادامه دارد، اما نتیجه این شده است که هنرمندان نمیتوانند برنامه‌های جالبی هنری تهیه کنند، زیرا مهمترین وسیله یعنی اسباب موسیقی این دسته در وضع رقت‌آور و خرابی قرار دارد.